سوزن هایی که داخل بافت داریم 1 رج با درجه بالاتر 1 رج تا 2 رج میبافیم. نخ رو قطع میکنیم. کار از ماشین میریزیم و بالای کار با نخ و سوزن رد میکنیم تا آخر کار. بالای کار با نخ جمع میشه. این از بدن عروسک. نخ رو عوض میکنیم و رنگ قهوه‌ای وصل میشه و 20 رج روی کار رو میبافیم. ما الان 22 در 22 سوزن روی ماشین داریم. با قلاب ستایی طی 3 رج از کناره های کار 2 تا دونه از سمت راست و 2 تا دونه از سمت چپ کم می‌کنیم. 2 رج می‌بافیم. بعد از دوخت قسمت دهن گوش ها رو به قسمت کناره سر با کوک ریز میدوزیم. این هم از عروسک میمون.